دوبله شده دم قصه دیگه. داد نزن سرم رفت. کساف خود منو بزن زمین. دلم کن عاشقانه عوضی میگم. بشین اینجا. مگه سر گردن است؟ چرا من آوردین اینجا؟ با من چی کار دارین؟ از چرا من چی میخواین؟ اما اتهام بریم. با تو هم عوضی های؟ بابا اما اتهام چرا این دختره رو گروگان گرفتم؟ واسه چرا آوردمش اینجا؟ من بهت بگم. من چه میدونم؟ مگه هر روز دختر میدوزم؟ بیا برو تو ببینم. برو تو. همینجا باش. حرف میزنه. شما دارین چی میگی؟ آروم باش. مبادا بخوای غلطی بکنی یا فهمیدی؟ نترس. یه قدم این ورتر نمیای. سلین آروم باش. میگم نه یا جلو. خیلی خوب وایسا داد نزن. میگم داد نزن آروم باش. هیچکی صداتو نمیشنوه داد نزن سلین. نه یا. داد نزن. تازه اینجوری به هیچ جا نمیرسیم. بذار اول تنابه رو باز کنم. کمک. تنابه رو باز میکنی؟ بله. ها باشه قبوله. حق با توه اما اینطوری که نمیشه نشست. آره ولی آروم باشی. خب من قصد بدی ندارم. باشه فهمیدم. قصد بدی نداری که آدم بدی نیستی. الو. همه چی رو براهه. ماهیا بسبندی شده. مشکلی که نیست اتم نه؟ نه مشکلی نیست شوکت خواه. بچه ها طبق دستور توی کلبر. خیال تخت جاشو همنه. دیگه اوران خودش میدونه میخواد چی کار بکنه یا نکنه. آفرین. کاری نکن کردی این آدم بکن. بذار بفهمن فراری دادن دختر شوکت داره یعنی چی. آفرین. واسه چی اونقدر داد و بیداد میکردی؟ خب حالا مثل آدم چی کار میکنی؟ هی بیا اینجا سلیم. سلیم بیا اینجا. کمک! کسی وایسا فرار نکن سلیم. سلیم وایسا. وایسا. کجا میخوای بری وایسا؟ برو کنار. دیوونه. آروم باش دیگه. دلم کن کمک. پاشو وایسا. پاشو ببینم. پاشو حرف نباشه. دلم کن کمک. انقدر بول نخور. کمک بفرما خودت مجبورم کردی. عباسی دلم ساکت. میکشمت. عباسی گفتم کارتو ساکت. پس میدی. کمک منو بذار زمین بیشو. سلین بس. سلین سرمو بردی. بشین اینجا. هی بابا تو دیگه چه وحشی هستی؟ این چه طرز رفتار با یه دختره؟ بابا تو دختری وحشی تویی نه من. بیا تا با همین دک و دهنتو خورد کنم. سلین بیا جلو ببینم. دختر چی کار میکنی؟ ببین سلین رو اعصابم نرو وگرنه نه اون نمیشه. اونو بذار کنار. دختر هیچ معلومه چی کار میکنی؟ تو دیوونه ای مرض داری قاطی کردی. دیوونم تو به چه حق گروگانم بابا گرفتی ها؟ آه تو دیگه برو بابا. درو باز کن. با تو هم میگم درو باز این دیگه چه جور دختریه؟ ای بابا دختر که نیست بمب اتمه. تو عمرم همچین آدم پررو بی منطقی ندیده بودم. مامان یکم آروم باش. انقدر به من نگو آروم باش فاتح. فقط من میفهمم جریان چقدر وخیمه. همچین رفتار میکنن انگار خواستشون خیلی عادیه. اونا از همون یه فنجون قهوه نخواستن، دختر خونه رو خواستن، دخترمونو. البته که عادی نیست، ولی تو با این رفتارت همه رو کلافه میکنی. منطقشون چیه؟ عوض دخترش دخترمونو بدیم؟ آره؟ نه که کشته برده دختر عزیزشونیم، حالا تقاصم باید پس بدیم. مامان فهمیم رفت باهاشون حرف بزنه. موندم از چی قراره حرف بزنه. کار میشه کرد؟ آدمو با حرف زدن به توافق میرسن.
بابا هم میره حلش میکنه، نگران نباش، یکم آروم بگیر. ها ببین خودش زنگ زد. الو بابا، وضعیت چطوره؟ با بابا شوکت به توافق رسیدیم؟ به این مرد نگو بابا. آخ فاتح، ما رو به چه روزی انداختی؟ اون دیوونه است، مریضه. اونام سلین رو دزدیدن. چی؟ سلین؟ پسرم چی شده؟ قبول کرده؟ اون مرد زبون آدمیزاد حالیش نمیشه. من میرم اداره پلیس، میدونم چی کارشون کنم. نه پیش پلیس نرو بابا. منتظر ما باش، الان میایم پیش. هیچ میفهمی چی داری میگی پسرم؟ بهت میگم سلین رو دزدیدن. نمیشه، اگه بری پیش پلیس دختره میمیره. میمیره؟ پسرم چی شده؟ حرف بزن دیگه. سلین رو گروگان گرفتن. چی؟ مامان وایسا، الان وقتش نیست، وایسا. ای وای. سلیم؟ ببین سلیم، اینجوری به هیچ جا نمیرسیم. باید بشینیم این آدم حرف بزنیم. اگه یه قدم دیگه بیای جلوتر با همین میزنم تو سر. خیلی خوب، تو هم مبادا اونو بندازی سمت منم. تو هم اصلا سمت من نیا. دختر هنوز نفهمیدی چه خبره؟ چرا بهم حمله میکنی؟ اصلا نمیخوام هیچی بشنوم. برو اونور ببینم. همه آوردی سر کوه، هم میخوای بشینی با هم آروم حرف بزنی؟ عشق نوازی. چپ و راست داری بهم فوش میدی. دختر اونجوری که فکر میکنی نیست. گم شو. خب خودت خواستی سلیم خانم. بچرخ تا بچرخی، من همینجا میشینم. اگه میتونی فرار کن. مرض. مامان ببین چقدر زیادن. اوی نه خاک به سرم. یادگار درو وا کن دیگه، میزنن میشکنن. آخه خاندادش دیگه وا کن. اون مردی که کو؟ تو کی هستی که دخترمونو گروگان میگیری ها؟ کاری میکنم از زندگی سیر بشی. کار تو یه جرم بزرگه، اونم تو روز روشن. آروم باشین، چیه دور براتون داشته؟ بابا منم چیزی نمیدونم. منم مثل فهمی پای تلفن فهمیدم اورهان دختره رو برده دیگه، من چه میدونم؟ پر رو حالا دروغم میگه. جلو روم نشسته بودی با پوز و افاده میگفتی دختر رو اینجوری فراری میدن، نه مثل شماها. حالا هم شونه خالی میکنی. آره واقعا که متاسفم. بابا ببین این کار دیگه خیلی زیادی بود، خیلی اشتباه کردی. خب دیگه بسه. وای آرهان مگه دستم بهت نرسه؟ کلتو میذارم زیر پام مثل هندونه لهت میکنم. بابا شوکت جون ببین آخه به این مرد نگو بابا. بگو بابا جون چیه بگو. میگم این جریان رو بین خودمون حل کنیم. اینطوری کش پیدا میکنه پای پلیس میاد. ها؟ اگه میتونین جای دخترمو نگین. مامان تو پلیس خبر کردی؟ من مقدس شکرچی زادم. وقتی دخترم اونجا منتظر کمکمه بله که صبر نمی‌کنم این آقا هر وقت عشقش بکشه جاشو بگش. کاپیتان ازت شکایت شده، باید با ما تا اداره پلیس بیای. باشه چشم پسرم، البته که میام. بالاخره کار شما هم اینه دیگه مگه نه؟ باشه بره. اوی داداش دستتو داداش، از دستت. آخه چیکار کردی ای خدا؟ تو کلانتری میبینمتون. شاید نکن. وی خواهر من بدجور چاق شدم. دیگه نمیتونم بشینم، نمیتونم وایسم، نمیتونم راه برم. چند وقت دیگه این توپ قل میخورم. میگم برم خونه یه دهمون، پله نداره، راحت میرم تو حیاط، میرم میگردم و کیف. ایوا چه خبره؟ ای وای هی چی شده؟ یادگار ها خواهر چی شده؟ چه خبر شده ها؟ چیزی نیست آیفر، دستمو ولکو، کار دارم. دختر بگو ببینم پسرتو سرباز فراری بوده؟ جونت بالا بیاد جاویدان، اینو از کجا در میاری ها؟ ولم کنین. دختر چرا اینطوری میگی؟ همین نجله آرشگر بوده، پسرش سرباز فراری بوده، پسرش همینجوری برداشتن بردن.
آی دختر مگه تو چشات نمیبینه؟ بابا اونی که میبردن شوکت خان بود نه؟ ولم کن ماما. وایسا ببینم وایسا ببینم شوکت خان دعوا موا کرده. وای خدا دیوونم نکنیم ولم سب کنیم کن دیگه. ببینم آروم باش. ببینم اگه شوکت خان دعوا کرده باشه هیچ جرأت میکنن به پلیس زنگ بزنن؟ اوه فکتو بچسبه به زمین ولم کنیم کار وایسا دارم. یادگار هی یادگار ای وای خواهر نکنه شوکت خان سرباز فراری بوده. آره پلیسا یه جور بو بردن اومدن دستگیر کردنش بردنش. خواهر تو دیگه چه خنگی هستی جاویدا. مرد به اون گندگی دختر. نه دختر من مطمئنم این سرباز فراری بوده. کارای پلیسی مولیسی و از من بپرس من اینجور چیزا رو خوب میفهمم. این یارو سرباز فراری بوده غیر این بود بیا توف کن تو صورتم. میام توف میکنم توف کن دیگه. ببین خواهر اینجوری نمیشه باور کن. من باید برم ببینم موضوع چیه تا توشو در بیارم بیام بهت بگم. باشه من رفتم. آره راست میگی برو. بذار من کتمم بردارم. برو. شازیمند کتمو بنداز های کتمو بنداز پایین دیگه. کثیف شد. نگاش کن دختر دیوونه. آی دستت بشکنه بچه. ای خدا. آی ببینین جناب سروان، این دوتا جوون همدیگر رو دیدن، پسندیدن، عاشق شدن. ما هم با رسم و رسوم درستش رفتیم پیششون، دخترشون رو برای پسرمون خواستگاری کردیم، اما گفتن نه. برای همینم جوونا فرار کردن. حالا اینجا گناه ما چیه؟ دروغ میگه. دخترمو تو گروگان گرفتی، جاشونم میدونی ولی به ما نمیگی. بگو. بابا اگه جای بچه ها رو میدونستم بهتون میگفتم دیگه. واقعا که عجب آدمیه. شوکت خان راستشو بگو، تو فرار دختر نقشی داشتی یا نه؟ بابا جناب سروان ببین، این آقا پدر شوهر دختر منه، این خانومم مادر شوهر دختر منه، یعنی این آدما فامیلای منن بابا. راست میگی؟ بله. آخه آدم خواهر شوهر بچه‌شو گروگان میگیره. تو میگیری. از تو هیچی باید نیست شوکت دره. از من چه بدی دیدی؟ ببینید جناب سروان، اصل جریان رو بگم. پسر بیشور من چند سال پیش با این دختر فرار کرده. این مردم به خیال خودش برای تلافی دختر منو دزدیده. کل داستان ما این آقا. مگه زینب نرفته بود آمریکا که درس بخونه؟ میگم فعلا اینا رو بذاریم کنار، بحث گذشته رو نکشیم مثلا. آره دیگه حق با خانوممه، بهتره دربارش حرف نزنیم اصلا. بله گذشته ها گذشته دیگه، کاریه که شده. بله. خب آقای عزیز دخترتون چند سالشه؟ 18. از خیلی هم کوچیک نیست. آقای عزیز ممکنه به قول شوکت خان دخترتون به میل خودش باهاش رفته باشه؟ نه نیست، ممکن نیست. چرا ممکنه؟ آقا جون دخترم اون پسره بیشرف رو نمیشناسه. چی و ممکنه؟ اوه خانوم حرف دهنتو بفهم. اورهان من خیلی هم شریفه. بله اورهان پسر خوبیه، بهش صدمه نمیزنه. اینا منو دق مرگ میکنن. من به خدا آخرش از دست اینا دق میکنم. فهمی؟ باز مجسمه شدی؟ ببینین جناب، این مرد شما رو گول میزنه. دختر من نمیتونه با اون پسر فرار کرده باشه. دختر من نمیتونه همچین کاری کرده باشه. ممکن نیست. ولی فرار کردن دیگه. از هم خوششون اومده فرار کردن. دخترتم به دروغ گفته دیگه. جناب سروان تو جدی مطمئنی دیگه؟ نه هیچ خونی نریخته، هیچی نریخته رو زمین؟ آبجی تو کار زندگی نداری تو ساعت اداری وقتی مأمور پلیس رو گرفتی؟ من چه ضرری واسه تو دارم؟ همینجوری اینجا نشستی دیگه. صدا تو واسه من بالا نیار وگرنه میندازم تو بازداشتگاه. ببین جناب سروان زحمت کشم، بی زحمت یه جواب بهم بده. مرگ من دارم از فضولی میمیرم. کل خانواده این شوکت دره واسه چی اومدن اینجا؟ ای خدا ای خدا ای خدا. میشینی اینجا یا نه؟ چشم. اگه فکر کردی به همین راحتی خلاص میشی کور خوندی راه زن شهری. بابا خودت اگه فکر کردی به همین راحتی خلاص میشی کور خوندی راه زن شهری. اونم که همینو میگه. مامان
آدم پررو، تو پله های دادگاه پوست میندازیم. تو هم پسرتو میبینی گوشه زندون که داره میپوسه. اوی داداش این زنه چی میگه؟ به خدا پسر منی واسه این چکار از پسر من بیگناهه. سرمو بردی یادگار. همش تقصیر توه. زود باش دخترمو پیدا کن. وسط کلانتری چی کار میکنیم؟ را بیفتیم بریم خونه. تو نمیای. مقدس نمیاد. اون نبود هیچ کدوم از این بلاها سرمون نمیومد. حرف دهنتو بفهم خانوم. تو کی هستی که دخترمون تو خونت راه نمیدی؟ نه بابا مقدس خانم منظورش درست منظورم همین بود. نمیخوام. نه تو رو میخوام نه این خانواده یه بی کلاس تو. فهمی خام زنتو جمع کن وگرنه هرچی دیدی از چش خودت دیدی ها. منو ببین اسم زن منو به زبونت نمیاری فهمیدی؟ چی کار میکنی ها؟ بگو دیگه. از پسرت بپرس چی کار میکنی. بابا بیا بریم خونه. بیا دیگه بسه بیا. یادگار چی شد خواهرها؟ اورهانو گرفتن؟ اوی مگه پیداش کردیم که بگیرن یا نه؟ پس سرباز فراری بوده. حالا سرباز فراری هم بوده؟ به خدا دارم پس میفتم. اگه گل بگیرن اون دهنه تو بهتره زیب بکش آیفر. زیب. عجب پس سرباز فراریه. نه خیر همچین چیزی نیست. در همسایه از خودشون در آورده به جون تو. پدرتون رو در میارم بی کلاسا. از زندگی سیرتون میکنم. خیلی خوب مامان. فهمی جون درباره عروسی شخصا میایم خونتون و خصوصی صحبت میکنیم. نگاه هنوز میگه عروسی. مگه من تو قبر بخوابم که بتونین اون عروسی رو بگیرین؟ بیا بریم. بابا تو هم اینقدر اصرار نکن دیگه. میخواستی فرار نکنی زینب خانم. دیگه کار از کار گذشته. هنوز اونجایی؟ نیستم سلیم. حق با توه. باید حرف بزنی. یعنی چی؟ تا صبح هم اونجا وای میسی؟ بله سلیم همینجا وای میستم. جام راحته. خب حتما یخ زدی. بیا تو دیگه. نه خیر یخ نزدم. بسه خوبم. باشه بیا با هم یه قراری بذاریم. بذار من برم. منم بهت پول میدم. تو بهم پول؟ دختر من پول تو رو میخوام چی کار؟ ای بابا پول دیگه. برو کیفتو بکن. خودمو میخوای چی کار؟ ببین سلیم خوب گوش کن چی میگم. من نمیخوام بهت صدمه بزنم فهمیدی؟ آره میدونم. خب منم ترسیده بودم دیگه. تو هم منو در کن. بیا تو با هم حرف بزنیم. خیلی خوب باشه میام تو. ولی داد و بیداد هوار کشیدن چیز میز طرفم پرت کردن بعدش هم خیال فرار کردن نداریم. قبوله؟ قبوله. آفرین. دارم میام. بیا سلیم دختر کجایی؟ ما الان با هم قرار نذاشتیم حرف زدیم گفتیم فرار نکنی. بیا بیرون ببینم. سلیم خنگ خدا به من میگن سلیم. فکر کردی من کیم؟ عاشق کثافت. فقط همینم کم بود. این دیگه چی؟
پاشو دیگه. پشت. اورهان پاشو. الو پاشو دیگه. اوه. هی نمردی؟ آخیش نمرده. آشغال کم مونده بود قاتل بشم. عباسی آشغال. کجایی؟ چی کار میکنی؟ دیوونه. دنبال این میگردی؟ دنبال این بودی؟ برو کنار عباسی. سری ببین. پاشو سری عباسی. پاشو. بس دیگه. از صبح داشتم قراره با تو سر کله بزنم. آخ دکتر جون، دارم میمیرم. آه، دخترمو کجا بردن؟ با جگر گوشم چی کار دارم؟ مقدس خانم اینقدر نگران نباشین، اورهان پسر خوبیه. مرد شورون اورهان تو ببرن، یه موثر دخترم کمشه با دستای خودم خفش میکنم. غیر ممکنه. اورهان آزارش به یه مورچه هم نمیرسه. یه انگشتش هم به سلین نخورده. نترسم. خوبه. منتظری بگم پس خوب شد اورهان دخترم و دزدی داره؟ آیا اورهان اینجوریه؟ اورهان اونجوریه؟ به من چه اورهان چجوریه؟ مقدس خانم از گفتنش قصد بدی نداشتم. به من هیچی نگین، هیچی نمیخوام بشنوم. فقط دخترمو برام بیارین. مامان بس کن، داریم همین کارو میکنیم. فاتح، تا اون مرتی که بلایی سر دخترم نیاورده پیداشون کن. مقدس خانم ببینین، جدی میگم اینقدر نگران نباشین. اورهان پسر خوبیه، بلایی سر سلین نمیاد، مطمئنم. به خدا. دکتر جون، دارم میمیرم. بچه خوبیه، کاری نداره که. ببین اورهان، پامم خیلی درد میکنه. باور کن فرار نمیکنم. جلو نیا دیگه، خواهش میکنم نیا جلو. بشین. بفرمایید سلین خانم. حالا اگه تونستی فرار کن. ببین از الان بگم دیگه اینقدر محترمانه رفتار نمی کنم. حالا فهمیدی؟ باش قول. بی سر صدا میشنم، هیچ جا فرار نمیکنم. به خدا. مریض روانی. پیش پلیسم چه جانمازی آب کشیدم. بی شرما. اما تقصیر خودمونه. آدم نمیره ببینه با کی وصلت میکنه. آخ فاتح، ببین ما رو گیر کیا انداختی. ولش کن زینب، از حرسش نمیدونه چی بگه. تو کوتا بیا. از صبح هیچی نمونده بارم نکنه. باشه، این مشکل رو حل میکنم. با آقای شوکت داره حرف میزنم و این مشکل از بیخ حلش میکنم. این نشست مذاکره کشورهای اروپاییه. از چی حرف میزنی؟ چه جوری حلش میکنی؟ مامان جون بهت میگم پیداش میکنیم. بنده خدا دنبال راه حل داره میگرده. تو یکم آروم باش دیگه. بد نیست شما هم یکم خودتون رو بخورین. مگه همه این بلاها الکی سر دخترم اومده؟ ما هم کف دستمون رو بو نکرده بودیم که همچین چیزی میشه. اینقدر سرکوف نزنی. نگاش کن فهمی، نگاش کن. حالا جوابم هم میده. حالا یه چیزی هم طلب کنه. پاشو یه سیلی هم بخوابون تو مامان گوشم. بس دیگه، حتما خسته شدی. برو بگی بخواب. برو، بهت قول میدم صبح سلینو میارم. خودم میارمش. باشه بابا؟ بیا مقدس بیا. بیا. دخترمو پیدا کن فهمی، دخترمو پیدا کن. نقشه که یادته، زن و بچه با من. منم پیرمرده بابامو برمیدارم. میبینی چجوری از زیر زبونش حرف میکشم؟ جیکسانی لو میده. باشه، آرامشمون رو حفظ میکنیم، ضعف نشون نمیدیم، احساساتی هم نمیشیم، سرخم نمیکنیم. فهمیدی؟ ببین ممکنه از بچه استفاده کنن نرمشی، مبادا گولشون رو بخوری. من اصلا امکان نداره.
خدا بگو. خواهش میکنم. عمه جون، من اگه ناراحت نشین یه سوال داشتم. شما این اورهانو آخرین بار کی دیدینش؟ گفتم که فاتح صبح گفت کار دارم رفت بیرون. یه راهنمای کوچولو. خب نمیدونم. اگه ناراحت نمیشین یه سوال دیگه هم دارم. مثلا یه وقت یه تماس تلفنی مشکوکی نداشت با دوستی آشنایی یا مثلا با بابا شوکتی کسی؟ گفتم که نه فاتح نمیدونم. ببین بابا، به خدا به هیچکی نمیگم. به همین زندگی قسم. به دختر خودت هم اعتماد نداری؟ دختر خودم از همه بدتره بابا. به دختری که پیشم فرار کرده اعتماد کنم؟ کوچولو تو چی؟ تو داداشت رفتار مشکوکی ندیدی؟ چیزی نشنیدی که بخوای بگی؟ راستش عمو جون میشه گفت تقریبا همه رفتارهای داداشم مشکوکه. مثلا وقتی خوابه انگاری با یک سفینه فضایی مکالمه میکنه و یه صداهایی میده. وقتی بیدار میشه از عصبانیت اینی چی پاچه میگیره. تو دستشویی ایبه بس دیگه. آره خلاصه هر حرکت داداشم میتونه مشکوک به نظر بیاد. نه الیف جون، از امروز صبح حرف میزنم عزیزم. یعنی مثلا یه حرکتی که با همیشهش متفاوت باشه. نه مثل همیشه اخمو و بعد اولوق از خونه در اومد. بابا نمیدونی با این کاراتون خونه چقدر به هم فشار میارن. نگاش کن بهش فشار میاد. هنوزم به فکر خودشه. وقتی از اینجا فرار کردی میدونی من تو چه فشاری بودم؟ باید پدر مادر دختره رو ببینی. شکرچی زاده های کله گنده داغونم. بیچاره ها. حقشونه. تا بفهمن دختر شوکت دره رو فراری دادن یعنی چی؟ بابا چه ربطی به این داره؟ ها ما عاشق شدیم فرار کردیم. واقعا برات متاسفم. واقعا که عاشق شده فرار کرده. پس تو ما رو دوست نداشتی آره؟ بابا جون این چه حرفیه میزنی؟ اصلا به گذشته ها رو دیگه ول کن. کاریه که شده تموم شده رفت. نشده. اونا مثل من عذاب میکشن. کجا میتونن رفته باشن آخه؟ به نظرم نمیتونن زیاد دور شده باشن. فنجون هنوز گرمه. عمو فاتح داری وقت اینجا تلف میکنی. ما هم تو وضعیت خودتیم. درسته تو یه وضعیتی. نه خب راست میگه. ما هم نگرانیم فاتح جون. اگه دختر شما گم شده پسر ما هم پیداش نیست. درسته. من معذرت میخوام این وقت شب مزاحمتون شدم. درسته. اگه چیزی میدونستین به هم میگفتین. عذر میخوام. دختره آخ اون دختره بیچاره اونجا تک و تنها پیش اورهان. هیچ تقصیری هم نداره بیچاره. گناه داره. بابا بگو کجا؟ نمیدونم. بدونمم کور خوندی که بگم. نه تا بابا خودش نخواد هیچی نمیگه. نمیفهمیم کجا رفتم. بهت نگفتم اینقدر کشش ندی؟ چی بهم نگفتی؟ باز تقصیر منه؟ باز کاسه کوزه ها سر من شکست؟ چیه؟ از کدوم کاسه کوزه حرف میزنی؟ تو هم منو زن دوم کردی زندگی تو پاشیدی. این چه حرفیه میزنی؟ زن دوم چیه؟ ای بابا ولش کن. باید یه راهی پیدا کنیم. چه راهی؟ راه ما پیدا نمی کنیم. بابا تو شکنجه میدیم. چاره دیگه ای نداریم. میگم میخوای از کشیدن ناخونا شروع کنی؟ بعدش انبارو اینم شوخی کردم. ای بابا انگار قاتل زنجیره‌ایه. ببینم چه؟ اگه بابا حرف نمیزنه میریم از زبون کسای دیگه میشنویم. بزن بریم. چیزه کجا میریم؟ چیز اسکله. اینا یواش خرابن؟ بکشی گیر نمیکنه. شد. بخاری روشن میکنی یخ زدم. تو پیاده نشو. این با من. زینب چی شده دخترم؟
نه چیزی نشده عمو اتم، دنبال بچه ها میگشتم. چی شده؟ خیر باشه. چیزی نیست، گفتم سر یه چیزی باشون مشورت با کنم. جواد کامیل مشورت کنی؟ ها دخترم عقل اونو واسه خودشونم کمه. واسه من کافیه عمو، تو فقط بگو کجا. بالا تو خواب 7 پادشاه تنبلا. کامی جواد کامی جواد کامیل پاشین دیگه بابا. رئیس چی شده؟ زهره ترک شدیم؟ بابا گفت بیام دنبالتون، کارتون داره. این وقت شب؟ نصف شبی. مطمئنم این وقت شب یه چیزی شده. خیلی خوب، هر جور راحتین. میرم به بابا میگم وقت نداشتن بیان، ولی سر فرصت میان پیشت. فکر خوبی. نه بایستا، جونمون از سر را نیاوردیم. آقا رو معطل نکنیم. زود باش باشو. یه لحظه میبینیم. سب کن. چه بوی گندی هم را انداختین. به جنبی بودوین. اون پنجره رو وا بذارین یکم هوا عوض شه. بوی ماهی دیگه، ما چیکار کنیم؟ کاش بوی ماهی بود ولی نیست. باش بریم. به جنبی. بودو کامیل. بابا اومدیم شوکت خان. پس شوکت خان کو؟ زینب خانم چی کار میکنی؟ پس شوکت خان کو؟ سلین و اورهان کجا؟ فقط 5 ثانیه وقت دارین بگین. من حرف زدم یه کاسه زیر نمکاسه است، ولی ما رئیسمون رو لو نمیدیم. لازم باشه جونمون رو میدیم ولی لوش نمیدیم. بسر با چی قراره لو بدیم آخه؟ باشه نمیدیم. احمقای کودن، اگه نگین سلین و اورهان کجان از اینجا بستنی کامیل و جواد میاد بیرون. بستنی هم بشیم رازمون رو نمیگیم. خیلی خوب باشه، هر جور راحتین. پس چرا وایسادین؟ بستنی درست کنیم دیگه. جدی میخوان بستنیمون کنن ها. خنگول آدمو چجوری بستنی میکنن؟ خیلی بشیم میشیم آدم برفی بابا. زینب چه کار میکنی؟ اینجا کجاست؟ دره یخها، یخترین یخها. ایش دلم خنک شد. از یخ زدن خوشتون اومد؟ خواهرم کجاست حرف بزنین. من نمیدونم. منم نمیدونم. بسته بابا، همه چیو به شماها میگه. نمیدونم. به نظر من که چیزی نمیدونم، وگرنه اعتراف میکردم. مطمئنی؟ مطمئنم. تو یخ نیفتی نمیفهمی تو یخ افتادن یعنی چی، میدونی؟ دوبله شده. یه نگاه به اینا بنداز. کی تو این حال راضی و قایم میکنه؟ پس این سلین اورهان کجا؟ دومان خدا کمکمون کن، یخ زدیم، داریم میمیریم. کمک. کجا میری؟ داریم یخ میزنیم، یخ زدیم. تو رو خدا کمکمون کن، کمکمون کن. حالا کجا میریم؟ نمیدونم.
پاشو مقدس، پاشو. خواهش میکنم بذارین راحت باشه. من نگران دخترمم. چه صبحونه ای؟ مقدس حق با مادره. از دیروز یه لقمه غذام نخوردی. بیا. چی داری میگی فهمی؟ خدا میدونه دخترم الان تو چه حالیه. بعد من فکر شکمم باشم؟ اون مشکل رو من حل میکنم. بس دیگه نترس. سلینو دزدیدن. چی؟ همش نقشه بابای اون زینبه، اما انکار میکنه. باورم نمیشه. چی دارین میگی؟ اینا دیگه چه جور آدمای هستن خاله مقدس؟ تو همون نگاه اول زینبو شناختم، اما هیچ کس حرفمو باور نکرد. از سر تا پاش بدشگونه.